و من این چیزم اطمینان پیدا کردم الان شما مردم هوشیاریتان درکتان این مسئله را پارسال هم گفته بودم، بخلاف باور دیگرها که تعبیر داره که مردم ما عقب مانده است از نگاه سیاسی پایینه، از نگاه فرهنگی، من این باور را ندارم. من میگم مردم ما به حمدالله در 14 سال انقلاب بسیار از نگاه هوش سیاسی و درک اجتماعی بالا رفته، حتی از ما مسئولین جلو است. این را پارسال گفتم، با این مسئله معتقد هستم و من با احساس شما، با همبستگی شما، با هوشیاری شما مطمئن هستم برای اینکه انشالله دیگه سری مردم ما کسی معامله نمیتوانه. مطمئن باشین اگر معامله هم صورت بگیره به حمدالله افشا میشه و جلوش گرفته میشه. از این جهت هم با شعور شما، با درایت شما، با حساسیت شما مطمئن است. اما مسئله افشار، من معتقد هستم که اگر ما بیاییم با جمعیت اسلامی جنگ هم نکنیم، دوست هم باشیم، هیچ منافات نداره که ما از مسئله افشار و فجایع افشار صحبت کنیم و هیچ مخالفت با این مسئله نداره. صحبت کردن قضایای تاریخی و صحبت کردن درد یک مردم، مظلومیت یک مردم، ظلمی که در وارد شده معنایش جنگ نیست. آیا اگر بنا شود این ما معنایش را جنگ بدانیم، خب پس در تاریخ گذشته افغانستان هیچ صحبت باید نکنیم. از مظلومیت های مردم خود چی نباید بگید، در صورتی که ما مظلوم و محروم در این جامعه بودیم و تا حالا هستیم. این در رابطه با مسئله افشار است، در رابطه با وضعیت فعلی کشور. وضعیت فعلی کشور شما می‌دانید که نامطلوب است. این مسئله را من برای شما اینجا میگم. باوری در بین مردم ما مطرح شده، جامعه ما را از نگاه نظامی و تشکیلاتی دو قطبی کرده و در اینجا فکری به وجود آمده که بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی ما در کنار کی باشیم خوب است. طرفداری یکی از جمعیت بکنه، یکی از حزب، حتی نسبت داده شده این مسئله در بین مردم برای مسئولین حزب وحدت. این باور غلطی است. شما را هم اگر کسی میایه اینجا القا میکنه این مسئله را قبول نکنید. این را دوستان شما القا نمیکنه، برای گمراه کردن و انحراف فکری است. هر مردم، هر ملتی، هر تنظیم سیاسی باید رو مسئله خودش و مردمش فکر بکنه. برای کسی دیگه فکر کردن غلط است. با همه تنظیم ها سر جنگ نداریم، دوست هستیم. با همه ملت ها سر دشمنی نداریم و دوست هستیم. وحدت ملی را ما در افغانستان یک اصل میدانیم. اگر دانسته و ندانسته برای مردم ما این مسئله را کسی مطرح بکنه، این برای مردم ما ذلت است، برای مردم ما عزت نیست.
معنایش این است که ما توانایی زندگی و حقوق و دفاع از حقوق خود ما نداشته باشیم. چرا این مسئله را ما نگیم که دیگران در کنار ما باشه خوب است، که ما بیاییم در بین مردم القا بکنیم که ما در کناری کی باشیم خوب است؟ این مسئله فکری انحرافی است. هر کس بیاید در اینجا بگوید تعدادی از حزب اسلامی دفاع بکنم و تعدادی از جمعیت برای مردم ما فاجعه است، ما اینا را به عنوان خائن ملی میشناسیم. مردم ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواید با برادری زندگی بکنن. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم، حقوق مساوی میخوایم. چرا ما سر پای خود ما فکر نکنیم و رو توان خود ما فکر نکنیم؟ این فکر غلطی است و هر کسی القا بکنه نادرست. تکبیر! ما رو بازوان پرتوان شما مردم فکر میکنیم، حق هم اگر میخواییم برای شما میخواییم. این حق خواستن به معنای دشمنی با حزب اسلامی و جمعیت نیست. ما معتقد هستیم در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب هم دیگر را تحمل بکنن، در صدد حذف یک دیگر نباشن، چه از نگاه اقوام، چه از نگاه احزاب، چه از نگاه مذاهب. روش حزب وحدت است که میگه در اینجا راه حل برای افغانستان تفاهم است، نه حذف یک دیگر. لذا هر کسی که می آید در اینجا برای حذف یک ملت، برای حذف یک تنظیم فعالیت میکنه، سخت اشتباه میکنه. 20 ماه گذشته اثبات کرده که توانایی حذف کسی را نیست. ما این افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم برای از این مسئله که وحدت ملی را ما به وجود آوردیم. چرا؟ از خاطر اینی که برادرایی که در پشاور بود در سال 67 ما را حذف کردن، در سال 70 آمدن 71 باز ما را حذف کردن، ولی ما عقده‌ای برخورد نکردیم. ما از روزی که کابل ساقط شده بود، جناب حضرت صاحب در پاکستان بود، امی نیرو و امی توان را در کابل داشتیم. ما اگر میخواستیم عقده‌ای برخورد بکنیم همون وقت جنگ میکردیم، نمیگذاشتیم که کابل وارد شد. ما مذاکره کردیم، مذاکره ما با صبغت الله نتیجه داد. آقای سیاف سری ما تنها جریان سیاسی هستیم که در ظرفی 20 ماه گفتیم جنبش قابل حذف نیست، باید بپذیریم و یک واقعیت است. هر کس رو تمامیت ارضی افغانستان، وحدت ملی افغانستان فکر میکنه کسی را حذف نکنه. ما تنها جریانی هستیم که در شورای قیادی از حقوق جنبش دفاع کردیم، در شورای جهادی دفاع کردیم و گفتیم تا حالی هم توی این موضوع هستیم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خائن ملی افغانستان. تکبیر! ای که هر کس فکر میکنه که جنبش در کناری جمعیت باشه یا در کناری حزب باشه، این تصمیم خود اون مردم است و ما ربطی ندارم. ولی وقتی که آقای دوستم آمد در اینجا میانجی شد بین ما و جمعیت، ما
میانجی شدیم بین جنبش و حزب اسلامی و آقای حکمتیار و جنرال دوستم نشست. این افتخار ملی را حزب وحدت دارد و هست و در این را گام برداشته. این به این معنا نیست که امروز ازبک و پشتون و هزاره علیه تاجیک موضع بگیرن. تاجیک برادر ماست، از ملت ماست و یک کتله بزرگی از این سرزمین است که به معنای دشمنی نیست. ما در این راستا تلاش میکنیم که یک روز این دشمنی را با تفاهم بین این چهارتا ملیت حل. 3 ماه پیش من در اینجا رای حل امیر داده بودم که باید ربانی و حکمتیار استعفا بکنه، دولت موقت تشکیل شد. این مسئله امروز نیست که اگر بیاید اینجا کسی تلقی بکنه اگر ما برای مردممان حق میخواهیم و میخواهیم در تصمیم گیری شریک باشیم، هر کس تو این مملکت خیانت بکنه باید سرش بگیریم و جلوش بگیریم. یک مردمی که در سرنوشتش حساس نباشه، حزبی که موضع سیاسی نداشته باشه، این دیگه حزب سیاسی نیست، این مرده است. این موضع ربطی نداره که حکمتیار با ربانی موافق باشه یا مخالف باشه. سبا اگر بیاید حکمتیار همی عمل بکنه، ما این موضع گیری را علیه حکمتیار داریم. تکبیر! بیاید به منطقی برخورد بکنه، هر کسی بیاید وحدت ملی را به هم بزنه، هر کس بیاید تضاد ملی برخورد به وجود بیاره، ما این را خائن ملی میدانیم و علیش هستیم. این موضع مردم ماست. ثلث مردم افغانستان شمال تشکیل میده. از اولش این حصار طلبی برخورد کردن و غیر منطقی برخورد کردن، همونطور که درباره ما غیر منطقی برخورد کردن، 2 بار ما را حذف کردن از تصمیم گیری و گفتن اینا سم نداره، اینا در افغانستان وجود نداره. عین غیر منطقی برخورد کردن درباره جنبش است. همینطور که ما امروز به حمدالله با تصمیم شما، با آمدگی شما، با فداکاری شما، با بازوان پرتوان مجاهدین شما اینجا قبولاندیم که ما هستیم و یک ملت هستیم، بدون ما تصمیم گرفتن نمیتونیم. و من معتقد هستم که جنبش عین این مسئله را سر این آقایون خواهد قبولان. هر کس علیه جنبش موضع میگیره، یک روز اثبات میشه و میگه که ما اشتباه کردیم. من ایره با اون کسانی که بسیار متعصب است از اسم دوستمم بعدش میایه قوم ازبگم قیافش خوشش نمیایه، برشان گفتم و قبول کردم و تو درست میگی ما اشتباه میکنیم. رای حذف در افغانستان تمام شد و کسی نمیتوانه کسی را، ملت را، احزاب را و حزب را و مذهب را حذف بکنه. یک راست رای تفاهم و پذیریش هم دیگر و این منطقه ما به همه اعلان کردیم و میگیم و روی این مسئله است. هر کس در این مملکت لسانا، مالا، نظامی، غیر نظامی خیانت بکنه در مقابلش نیست و اینا سری عقل بیاید. هر روز بیاید تفاهم بکنن، انتخابات میگه رو نفوس، احزاب سم میده رو نفوسش. ما برای هر رای حلی آماده هستیم، از هر زبانی که بیاید این مسئله رو حمایت میکنیم. ما اینا وظیفه ملی ماست. ما اگر بخوایم در افغانستان زندگی بکنیم و زنده باشیم، ما مجبور هستیم جلوی کسی که تخلف میکنه و خیانت میکنه بیستیم. با همه این مسائل ما اثبات کردیم که نمیخوایم جنگ رای حل باشه. ولی ما موضع سیاسی خود داریم و میگیم هر کی این خیانت بکنه میگیم در مقابلش،
هر که حق کسی دیگر را نادیده بگیره میگیم در مقابلش، هر که در حق ما تجاوز بکنه جواب